درود بر شما. از تهران تیوی در خدمت شما هستم. سام منتظری، سردبیر تهران تیوی و پادکست تهران. پادکست امروز رو میخوام اختصاص بدم به گمان زنی ها در مورد این که سوال بزرگ، بالاخره ترامپ با جمهوری اسلامی چیکار خواهد کرد. این گمان زنی و این سوال بزرگ رو از چند روز پیش خبررسانه‌های در واقع مورد اعتنای افکار عمومی جهان از جمله اکسیوس و فاینانشال تایمز گزارشاتی رو دارن. اکسیوس میگوید که یک هفته قبل از اینکه ترامپ و مراسم تحلیف ترامپ باشد، جمهوری اسلامی پیغام داده است از طریق مراوداتی رو که دارد و کسانی رو که در طول این دهه‌ها در واقع رایزنی‌های پس پشت پرده نهان رو پیش میبرند که ما حاضریم مذاکره کنیم و حتی تبریک و شاد باش گفته برای انتخاب دوم ترامپ. به تبع آن بعد از آن فاینانشال تایمز بود که خبر داد که ترامپ استیو ویتکاف رو مسئول پرونده در واقع مذاکره با جمهوری اسلامی کرده و مهمتر از همه مصاحبه بود که خود ترامپ در فاکس نیوز در واقع آنجا جملاتی رو گفت که شک و گمان زنی ها رو دامن زد. ترامپ میگه احتمال ما توافق با جمهوری اسلامی هست، اینو من رد نمی کنم و گفته ولی بایستی 10 بار کلمه عدد 10 را استفاده کرده، 10 بار راستی آزمایی شود. البته که همه اینا را ربط داده به داستان جنگ اوکراین، روسیه و مسئله چین. ولی خب سوال بزرگی است برای میلیون ها ایرانی که بدانند که فرق ترامپ با بایدن و 4 سال مماشات بایدن چیست. من آن تفاوت هایی رو که میبینم و آن در واقع میشود گفت که ناامیدی هایی رو که کسانی فکر میکردن با آمدن ترامپ یک معجزه فلفور و عاجل و فورس ماژور صورت میگیره، این خب یک اشتباه بود و یک توهم و من بارها گفتم که یک بیزینسمن و یک معامله‌گر ارشد و اعظم و بزرگ به نام ترامپ نباید به حساب همه سبدها تخم مرغا را در یک سبد گذاشت به قول انگلیسی ها و امامزاده ترامپ میتواند هر آن بخواهد چرخشی رو برای معامله صورت بدهد. ولی اما اگرهایی هست. مشخصا اگه به داستان 4 سال مماشات جو بایدن و حدود 200 میلیارد دلاری رو که جمهوری اسلامی کاسب شد این 4 سال از 220 هزار بشکه تا 2 میلیون و 500 تا 2 میلیون 700 هزار بشکه، یعنی 11 تا 12 برابر شدن صادرات نفت جمهوری اسلامی، 40 میلیارد دلاری که ترامپ بایدن کشپوشی کرد. بایدن دارای یک تیم دیپلماسی بود که بر همگان آشکار بود. بلینکن وزیر امور خارجه، لوید آستین وزیر دفاع یا جیک سولیوان، اینا تمام مماشاتگران اعظم حتی تیم دیپلماسی باراک حسین اوباما بودن و در چندین ریاست جمهوری حداقل در 30-40 سال گذشته مماشاتگران اعظم در واقع ریاست جمهوری هایی را که به حزب دموکرات می رسید نقش آفرین بودن. ولی آنانی رو که این دفعه قرار است 4 سال میز مذاکره، تیم دیپلماسی و به عنوان ارشدترین مقام ها بخوان نقش آفرینی کنن، مارکو روبیو وزیر امور خارجه یا مایک والاس مشاور شورای امنیت ملی که به جای جیک سولیوان میاد، یا پیتر برایان هکس کنه سرباز نویسنده مجری فاکس نیوز که وزیر دفاع است. تفاوت‌های بس بسیار زیادی داره. چرا این سه شخصیتی رو که وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و مشاور شورای امنیت ملی جدید و که یک هفته نیست به کرسی نشستند و ملت در شک و شبهه در قرار ببینن یا شکی افتاده است که چه خواهند کرد با جمهوری اسلامی، پر واضح. من اینو در 2-3 روز گذشتم گفتم. این 3 نفر که قبل از آمدن و نشستن بر کرسی وزارت صحبت‌هایی داشتن، نقطه نظرهایی داشتن. مشخصاً مارکو روبیو در 10 سال اخیر یکی از ارشدترین مقامات سناتورهای آمریکایی بوده که
زاویه آشکار را پنهان نداشته، شمشیر از رو بر تمامیت جمهوری اسلامی بسته، آن 4 سالی رو که خط نشانی رو که برای جمهوری اسلامی میکشیدن یا سیاست هایی رو که تعریف میکردن به تبع در قالب و به عنوان اپوزیسیون آن دولت آمریکا نقش آفرینی میکردن. ولی حال وقتی که به وزارت رسیدن، هزار البته بایستی دنبال گفته هایشون، نکته هایشون، جمله بندیشون و نوع سبک سیاق سیاستی رو که سیاست ورزیشون بایستی دست به عصا باشن، بیان با تیم هایی رو که ترسیم کردن اتاق فکرهای تشکیلی بدن، بیان با ده ها، صدها و هزاران مشاور صحبت کنن، چرا که با هر نوع فاشگویی یا درشتگویی، اگر مثلا آقای مارکو روبیو میگفت سر مار در تهران است به درست، الان اگر بگوید میتواند اعلام جنگ بشود، میتواند 3 تا 5 دلار نفت برود بالا، میتواند وال استریت و به حساب داو جونز بورس و سازمانهای بورس و در واقع تالارهای بورس از نیویورک تا شیکاگو تا شانگهای و هنگ کنگ و سنگاپور رو جابجا کنه. کسانی رو که در مسند و در لباس وزارت در آمریکا خدمت میکنند و شروع به خدمت کردن، هزار البته تفاوتایی دارد، گفته ها و شنیده ها و عملکردشون تا قبل از این کرسی. البته که ناگفته پیداست، من بارها اینو گفتم، 3 شعار اصلی دارد این هیئت حاکمه آمریکا. آیا این معامله یا این کار یا این توافق آمریکا را امن‌تر می‌کند؟ شما فقط تصور کنید که قرار است با جمهوری اسلامی معامله بشه. آیا این کار آمریکا را امن‌تر می‌کند؟ این بزرگترین شعار. 3 شعار هم بیشتر نیست. آیا این کار آمریکا را قوی‌تر می‌کند؟ آیا این کار آمریکا را مرفه‌تر می‌کند؟ اگر آمریکا را امن‌تر کنه با ابر تروریست جمهوری اسلامی که بارها قصد جان خود رئیس جمهور فی الحال آمریکا دونالد ترامپ کرده، علامت بزرگی است که با دولت تروریستی نشستن، به همون دولتی رو که FBI و CIA و تمام سازمان‌های 17 گانه امنیتی جاسوسی اطلاعاتی آمریکا جمهوری اسلامی رو بزرگترین دشمن و تروریست داخل خاک آمریکا می‌دانند. قضاوت رو میذارم برای مخاطبان. آیا این کار آمریکا رو قوی‌تر می‌کند، چه در داخل آمریکا و چه در عرصه بین‌المللی و خاورمیانه؟ باز قضاوت رو میذارم به عهده شنونده ها و مخاطبان. آیا این کار آمریکا رو مرفه میکند؟ اینجا آن سوال بزرگی است که برجام قرار بود که حداقل 300 میلیارد دلار برای سال اول، برای 3 تا 5 سال بعد 500 تا 700 میلیارد دلار مراوداتی رو جمهوری اسلامی داشته باشد. و همین بس که من 3 مورد رو بخوام مثال بزنم. مسئله خرید 700 هواپیمایی که جمهوری اسلامی نیاز دارد و ایران با 85 میلیون جمعیت نیاز دارد، که آنجا بود که علی خامنه‌ای در مشهد گفت که اینا دستان فولادینی که مخملی پوشیدن و میخوان که در واقع نقش آن روباه رو و پنیکیو رو بازی کنن و منع کرد و نفی کرد اومدن شرکت های آمریکایی. در نتیجه این 3 شعار 4 سال آینده آمریکا محقق نخواهد شد. از طرفی داستان اصلی این است که آیا ترامپ و ترامپیسم و در واقع آن نوع نگاه نئولیبرالیسم اقتصادی دولتی رو که ترامپ این دفعه میآید با ایدئولوژی، با جهانبینی، با تز، با ایدئولوگ های خودش، با تئوریسین های خودش که همانا ابر سوپر میلیاردرهای صاحبان قدرت، ثروت و سرمایه و سیاست جهانن و نقش آفرینن در واقع در این کابینه و 4 سال سرنوشت آمریکا و سرنوشت جهان. آیا نیازمندی هایی رو احساس می کند ترامپ در مورد نفت و انرژی؟ اصلا و ابدا، چون جز 76 امضایی بود که ایشون نفت شل آزاد کرد. نفت شل نفتی است که با شستشوی در واقع کناره های رودخانه ها و هر آن جایی رو که می توانند با به حساب حداقل بین 53 تا 57 دلار در بشکه نفت آمریکا تولید کنه، به خاطر عهدنامه به حساب محیط زیستی در واقع پاریس و قولی که دموکرات ها به رای دهندگان خودشون داده بودن، این نفت رو قطع کرده بودن، ممنوع کرده بودن تولیدشو. با این قیمت نفتی که هست حداقل 13 تا 17 دلار هر بشکه سود خواهد کرد دولت مردان آمریکا و سودش به جیب ملت آمریکا حداقل 5 تا 7 میلیون بشکه در روز اضافه تولید پیدا خواهد کرد و صادر کننده ارشد خواهد بود، مثل 2 سال آخر
زمامداری دوره اول ترامپ. در نتیجه آن مماشات 2 میلیون تا 2,300,000 بشکه را که به اجبار جنگ روسیه و اوکراین و شرایط بین‌المللی و قیمت انرژی در داخل آمریکا جو بایدن بهش تن داده بود، هرچند که 800,000 بشکه رو مشخصا تا 850,000 بشکه رو نصف قیمت از جمهوری اسلامی چینی‌ها می‌خریدن، ولی برای بالانس قیمت و بالانس در واقع قیمت انرژی ها در آمریکا برای دیپلماسی و شخص جو بایدن و دیپلماسی حزب دموکرات مهم بود که این موازنه فلفور و در جابجا شد. آیا از طرفی آن چیزی رو که در واقع مماشاتگر اعظم آمده است و در داووس گفته که ما مذاکره میکنیم، اگر شخص پزشکیان نیامده بود جنگ شده بود و 3 روز و 4 روز در عالی ترین سطح در واقع مالکشی کرد، 9 رئیس جمهور رو دید، نخست وزیر قطر رو دید، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و باش مذاکرات پس و پشت و پنهان داشت و چند ساعت پیش جواد ظریف به ایران برگشت. آیا قابل اعتناس، آیا قابل باور است که علی خامنه‌ای که هر سال در طول 36 سال گذشته 2 تا 3 بار در توصیف معامله کردن با آمریکا میگوید که آن چیزی رو که از آدم میخواد زانو زدن است برای هیچ، میتواند تن بدهد؟ آیا قابل قبول هست برای قاتل قاسم سلیمانی چشپوشی کردن و به خاطر اجباریات با ترامپ به معامله نشستن؟ آیا آن در واقع می شود گفت گریز ناپذیر هست این مذاکرات برای ادامه حیات جمهوری اسلامی و ترامپ معامله گر، ولی آیا گزیر ناپذیر هم هست؟ آیا این توافق در عمل صورت خواهد گرفت؟ به باور من این در نقطه مطلق صفر قرار داره، هرچند که زمان خواهد برد، حداقل 3 ماه تا 100 روز. سکوت نتانیاهو بی خودش معنادار است. ایشون به باور من تا 2 هفته آینده که می رود به دیدار رفیق جینگ و به حساب رفیق آنچنانی خودش ترامپ، سکوت خواهد کرد تا ببینه که این تیم دیپلماسی جدید چه خواهد کرد. بر همگان آشکار است که داستانی رو که باعث شک، تردید و سکوت و ناامیدی از ترامپ و آمریکا برای در سطح جهان برای ایرانیا به وجود اومده که این دفعه رویگردانی رئیس جمهور آمریکا میتواند حتی دشمن من دوست من باشد و حتی میتواند در این سیر حوادث ملت ایران بخوان به درست نمونه گذاری و نشانه گذاری کنن و استفاده کنن از این موقعیت برای عبور از این سیاه روزان و تبهکاران ایران افغانان. این با قوت خودش باقیه. من تحت هیچ شرایطی اصلا و ابدا امیدی رو که به جمهوری اسلامی و شخص جواد ظریف بسته به معامله رو، این معامله، امید به این معامله و رسیدن به معامله رو صفر مطلق میدانم و برای ثبت تاریخ در همین پادکست نظرمو میگویم که این ترامپ با جمهوری اسلامی رو که حزب الله ندارد، حماس ندارد، اسد ندارد، سوریه رو نداره، محاصره 35 سال اسرائیل شکسته شده، در واقع جمهوری اسلامی که خودش عنوان میکند از مالکش اعظم و علی خامنه‌ای که نیابتی ندارن، جمهوری اسلامی ضعیف، جمهوری اسلامی که 82% از ارزش پولش در دوره اول ترامپ تا حالا از دست رفته، ورشکسته اقتصادی است، ورشکسته ژئوپلیتیک و عمق استراتژیک است، هیچی برای معامله ندارد، جمهوری اسلامی رو به زانو وادار میکند تا سر جمهوری اسلامی رو از تنش جدا کنه. اینو برای ثبت تاریخ میگم. سپاسگزارم.